أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. نمونه دوم برای نقض عهد از آنهایی که می گفتن ما نصارا هستیم، یعنی ما ناصر دین خداییم، هم ما گرفتیم عهد و پیمان از آنها. اونها هم مثل یهودیا فنسوا حظا مما ذکروا به، فراموش کردن بخش عظیمی را از آن اعمال و عقایدی و اخلاقی که تذکر داده شده بودن به آنها. ثمره این نسیان این شد که فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه، القا کردیم ما در میان آنها دشمنی و بغض را تا روز قیامت. اینها تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، دلهای متفاوتی دارن و دلیلش اینه که گاه گاهی بین خود می جنگند. این خاطر الله تعالی میگه عداوت و بغض بین محبت و مودت، همدردی بین یهود و نصارا نیست. همیشه با هم بغض و عداوت و کینه و این چیزها را دارن. امروز هم ما که وقتی مما ذکروا را فراموش کردیم، این مرض هم در امت هست. بغض و کینه و حسد و عداوت و دویی تو یک روستا، تو یک شهر، تو یک قصبه، حتی تو یک ماشین، حتی تو یک منزل. خدا نجات بدهد بغض و کینه و عداوت و او برای او، این برای او. چقدر بغض و عداوت، دولت با رعیت و رعیت با دولت. این بر اثر اینه که آیات الهی را که خدا به ما دستور داده ما فراموش کردیم. اونها فراموش کردن حظی را از آن که تذکر داده بودن، یعنی آن اعمال و اخلاق و عقایدی را که آنها تذکر داده شده بودند که اینجا عمل کنید، این اعتقاد و این اخلاق را داشته باشید. و ثمره این نقض شد که فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه، انداختیم ما بین آنها دشمنی و بغض را تا روز قیامت. و سوف ینبئهم الله بما كانوا یصنعون، ان قریب خبر میکند آنها را الله سبحانه و تعالی به آنچه اینها کردند. مضمون اول ختم شد، نفی شرک تصرف شروع میشد. اونجا نفی شرک فعلی بود که حرام درست کرده بودند، خود را با خدا شریک کردند و حرام درست کردند. با حرام خدا را حلال کردند، اینقدر فضولی کردند که چیزی را که خدا حرام کرده حلال کردند. تحریم و تعلیل و نذر غیر الله و اینها همه شرک فعلی بودند که انسان با عمل انجام میده. نذر میکنه و میبره میکشه، از اینجا تا کجا با حمل میکنه و میبره میکشه. از اینجا نفی شرک تصرف. حصه ثانی سوره شروع میشه. الله تعالی میگه یا اهل الکتاب، در دور تورات همینها مردود شدند، در دور انجیل همینها مردود شدند. اکنون فرصت زرینی او اهل کتاب برای شما هست. نبی عظیم و شان ما برای تبیین احکام ما پیش شما آمده است. از این پیغمبر عظیم و شان ما صلی الله علیه و سلم این فرصت زرین را اگر در دور تورات و انجیل مردود شدید، این دور فرقان است، این دور نبی معظم و نبی مبین احکام است. ببینید فرصت زرین را از دست ندید. یا اهل الکتاب، او اهل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، به تحقیق تشریف آورده پیش شما رسول گرامی ما که تبیین می کند برای شما بسیاری از اون مضامین را که بودید شما مخفی می کردید از کتاب. اون مضامین مختلفی که شما اصلا برای مردم تبیین نکردید، اون مسائل را برای شما تبیین می کند. و یعفو عن کثیر، و از بسیاری که غیر لازمی و ضروری اند درگذر می کند.
همه خصلت های شما را نمیگه، اون بحث های خطرناکی را که شما کتمان کردید. عبد ایمان ها نظرهای غیر الله را تا آخر میخوردن. پیغمبر آمده برای شما بیان میکند نظر عزیر میخورید، نظر عیسی ابن مریم میخورید، انواع و اقسام رسوماتی را شما درست کردید. این پیغمبر تبیین میکند قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین، به تحقیق آمده از پیش شما به واسطه این پیغمبر عظیم الشان از جانب خدا نور، یعنی کتاب آشکار کننده حقایق، کتابی که مبین است. مبین یعنی مبین، آشکارا برای شما بیان می کند. در ماکل فرمود جاءکم رسولنا یبین لکم مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. این خبر از رسول خبر داد که رسولی با این صفات آمده است. و اکنون دو مرتبه و قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. نور چیه؟ کتاب مبین است. و از تفسیریه. علامه رازی همینطور چنین گفته و تأیید این تفسیر که کتاب مبین برای نور تفسیر است خود آیه شریفه است که انزلنا الیکم نورا مبینا، ما نازل کردیم به طرف شما نور مبینیه. پس از تفسیریه. خب اگر مراد از نور پیغمبر باشه، اون نوری ها خیلی میترسون. قد جاءكم من الله نور، نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. چه معنی نور؟ این نور هدایت است، مشعلدار هدایت است. تفسیر خازن میگه انما سماه الله نورا، الله تعالی پیغمبر را نور فرمود لانه یهتدی به کما یهتدی بنور فی الظلمات. چرا با پیغمبر هدایت حاصل کرده می شود، چنانچه که با نور در تاریکی ها رهنمایی هدایت حاصل می شود. پس پیغمبر نور هدایت است. این نیست که ذات گرامیش موده، لیکن توجیه درست است که تفسیریه. چرا در ما قبل گفت قد جاءکم رسولنا یبین، دو مرتبه چرا بگه قد جاءکم من الله نور؟ پس اینجا نور مراد کتابه که خود آیه میگه انزلنا الیکم نورا مبینا. این خدا یهدی بهی، با این نور و کتاب مبین، یعنی با این کتاب مبین حقایق، کتابی که همه حقایق بیان میکنه، حلال و حرام بیان میکنه، تبیین واضح و روشن میکنه، حکمت انزال کتاب. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، رهبری می کند با این نور کتاب مبین الله کسانی را که اتباع رضای او هستند. کجا راهنمایی می کند؟ سبل السلام، راههای جنت را، همه راههای جنت را الله تعالی با این کتاب راهنمایی می‌کند. نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، اعتقاد، اعمال، اخلاق، تمام اینها راههای جنتند. الله تعالی با این کتاب راهنمایی می‌کند. چه کسان را؟ آنهایی که پیرو رضای الله هستند. پیرو رضای الله هستند یعنی منیبند، طالب هدایتند. قرآن آنها را هدایت می‌کند، قرآن آنها را راهنمایی می‌کند. الله تعالی طالبین را، آنهایی که پیرو هدایتند، الله تعالی به راه جنت آنها را پیرو رضای خدا هستند، طالب رضای خدا هستند. یهدی به الله من اتبع رضوانه، من اتبع رضوانه مفعول اول، سبل السلام مفعول ثانی است. الله تعالی با این قرآن راهنمایی میکند کسانی را که طالب رضای او هستند، مشتری رضای او هستند. الله تعالی راهنمایی میکند اینها را کجا؟ سبل السلام، به راه جنت. نام جنت سلام، چرا؟ در آنجا همه سلامتی، نه دردیه، نه بلغمیه، نه عطسیه، هیچ چیزی نیست.
اما سلامتی گلوش خراب نیست، سینهش چرکی نیست. و یخرجهم من الظلمات، اخراج میکند الله تعالی طالبان رضای خود را از تاریکی های کفر، شرک، بدعات الى النور، به طرف نور هدایت، اون به اذنی با توفیق خداش. و هدایت میکند این طالبان رضا را الى صراط مستقیم، به صراط مستقیم تا جنت اینها را دستگیری میکند. اکنون الله تعالی فتوای کفر نصارا را صادر میکند. روی سخن در مائده با نصارا هست بیشتر، همانطوری که روی سخن در آل عمران با نصارا بود. نصارا سه گروه شدند. یک گروه معتقد شدند که الله به صورت مسیح ظاهر شد. یک گروه گفتن نه، عیسی ابن الله. یک گروهی گفتن نه، الله به اصل است، الله جبرائیل و عیسی، پس الله ثالث ثلاثه، الله ثالث سه اصل، سه اقلیم، یعنی سه اصل، الله جبرائیل عیسی، پس الله ثالث ثلاثه، سومی سه الله تثلیثی. همانطوری که قرآن فرموده ثانی اثنین، دومی دو پیغمبر. لقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنین، دومی دو بود. حضرت پیغمبر دیگه سومی نبود. اون لحظه که پیغمبر، مقصد اینه که پیغمبر یک همراهی داشت. اینها ثالث ثلاثه گفتن. هر سه فرقه را از نصارا الله تعالی فتوی کفر اینها را صادر کرد. اونها که گفتن الله به صورت مسیح ظاهر شده، یعنی دست از آن الله از آستین مسیح، اینها کافر است. امروز حلولی هم زیاده و مشوار بگن. یکی میگه خدا به صورت علی است، یکی میگه خدا به صورت فلان امام است. اینها همه حلولی است و همینطور گفتن الله به صورت مسیح ظاهر شده. الله تعالی میگه لقد کفر الذین، این فرقه اول، لقد كفر الذين كفروا، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لام و قد بر سر ماضی وقتی می آید این معنی قسم را میگه. الله میگه و ربک، به پروردگار تو قسم ای محمد. کافر مطلق شدن آنهایی که گفتن الله همین مسیح ابن مریم است، الله به صورت مسیح ظاهر شده. به خدای خدا قسم که اینا کافرن. کافر کیه؟ اینا که گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم، الله به صورت مسیح ظاهر شده. الله تعالی میگه بیمانا اگر خدا تصمیم بگیره مسیح ابن مریم را، مادرش را و تمام من فی الارض را داغون کند و فنا کند، کیه جلوی خدا را بگیره؟ مخلوقی که در شروع فناهن، نابودیان، ازمهلالن، شما میگید که خدا به صورت این مخلوق عاجز آمده؟ قل بگو بینها فمن یملک، استفهام انکاریه و جزای مقدمه برای ان اراده، این شرط مؤخره.
اگر خدا اراده کند ان یهلک المسیح ابن مریم، هلاک کنه مسیح ابن مریم را و همراه با مادرش، و به معنی مهد، همراه با مادرش و همراه با آنهایی که در زمینن تمام را الله هلاک کنه. تو فمن یملک من الله شیئا، چه کسی اختیار دارد از عذاب خدا یک ذره ای را؟ یعنی هیچ کسی اختیار دار نیست که جلو عذاب خدا را بگیره. الله تعالی حضرت عیسی را، مادرش را و من فی الارض را همه را نابود کنه. پس کیه؟ فمن یملک، کی اختیار دارد از عذاب خدا چیزی را که دفع کند؟ یعنی هیچ کسی نمیتواند جلو عذاب خدا را بگیره. همه اینها محکوم به هلاکتند. اونا را میگه خدا شدن. چه ضرورت دارد؟ الله سبحانه و ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما. خوب متوجه باشید جمله را الله تعالی بار بار تکرار میکنه. به خدا اختصاص دارن ملک آسمانها و زمین و ما بینهما، همه محکومن، الله بر همه حاکمیت دارد، همه مملوکن، الله تعالی بر همه مالکیت دارد. عیسی، مادرش، من فی الارض جمیعا، همه مملوکن و الله مالک هست. مالک چطور به صورت مملوک ظاهر میشه؟ امکان دارد مالک به صورت مملوک، صاحب ریاست به صورت کسی که برای ریاست دارد؟ لله ملک السماوات والارض و ما بینهما لا لعیسی و امه، نه برای عیسی حکومت آسمان ها و زمین است و نه برای مادرش. چرا؟ لانهما مملوکانی، اینها مملوک الهی هست. چرا؟ عیسی مملوکه و حضرت مریم مملوکه هست. الله مالک اینها، به خدا اختصاص دارد مالکیت آسمانها و زمین و ما بینهما. خب در ما بین زمین و آسمان حضرت عیسی و مریم نیستن؟ همه مملوکند و مالکه، همه محکومند و حاکمه و بر همه ریاست دارد، حکومت دارد. این حاکم مطلق و این صاحب ریاست چیکار میکنه؟ میگه یا خلق ما یشاء، در این ریاست و حکومت خود خلق میکند آنچه را میخواهد. حضرت عیسی و مادرش خود مخلوقند و هیچ چیزی را نه خلق کردند و نه خلق خواهند کرد. او خالقه، هر چی میخواهد خلق میکند. به پدر فرزند و پیدا او کند، تلف را در مهد و گویا او کند. بدون پدر فرزند پیدا می کند، طفلها را در مهد و گویا می کند. یخلق ما یشاء لا عیسی و امه، عیسی و مادرش هیچ کاری نمی کنند بکنند. این آیات منحصره هست. والله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز قادر است. عیسی و مادرش بر هر چیز قادر نیستند. الله خالق است، الله مالک است، الله بر هر شی قادر است. این توحید اثباتی تبلیغیه، لیکن منفی هم هست. این جمله هست الله فقط خالق، دیگر کسی خالق نیست. الله تعالی مالک، دیگر کسی مالک نیست. الله تعالی قادر، دیگر کسی بر هر شی قادر نیست. نه عیسی نه مادرش صفات را ندارند. خب اول که گفتن الله به صورت مسیح ظاهر شده، زمین را دیدن که خیلی مساعده، جو هم مساعده، همه حلولی هم بی ایمان. دیگه گفتن نه، خدا هم بر ما حلول هم کرده، نحن ابناء الله و احباؤه. قالت الیهود و النصارى، اول به بزرگی بندگان خدا وادار کردند.
الان که دیدن خیلی نامی پرستن دیگه گفتم بارا ولایت هم مال مایه. یه ما انتقال کرد، ما نائب عیسایی خدا، لحظا نائب خدا عیسی هست، عزیر است، لحظا ما نائب عیسی و عزیریم. العلماء ورثة الانبیاء لحظا چشمانیدن که همون مقام خدا که برای عیسی اول ذکر میکردم برای خود ذکر کردم به ایمان و نبی مطاع هست، نه نائب نبی نباید مطاع بشه، مخالف نبی مردوده، ما هم نائب نبیم، لحاظ هر که ما را مخالفت کرد مردوده. و با شما را برای چی مخالفت میکنن که شما قاسبی تریاق میکشید، شرط میکشید، با شما مردم مخالفت میکنن به خاطر چیه؟ برای نبی، بابا نبی چرا مخالفت کردن؟ بله اگر شما واقعا در خط نبی باشید مخالفت شما مخالفت سنگینیه. بی خاطر وقالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله، یهود و نصارا گفتن ما ابناء الهیم، ما فرزندان اللهیم. یعنی چی؟ وعد تفسیره و احباؤه، یعنی محبوب خدای، ما فرزند خدای یعنی محبوب خدای. تفسیر روح المعانی جلالین عبارتی دارد که ابنائیه فی القرب والمنزلت، ما مثل فرزندان خدا در قرب و منزلتیم، و هو کابینا فی الرحمت و شفقت، او مثل پدر در رحمت و شفقت. بیمار برای خود چه جایگاهی زدن در بیان ملت؟ نحن ابناء الله و احباؤه، ما محبوب خداییم، لحاظا شما نمیتوانید به خدا برسید جز ما. بیمار برای سجده و عبادت و نظرها و خیراتهای خود دعوت دادا. جواب اول الله فرمود قل فلم یعذبکم بذنوبکم، او به ایمانا اگر شما به منزل فرزند و محبوب می بودید پس چرا خدا شما را در طول تاریخ عذاب داد؟ یا معنی دوم، چرا شما را خدا به خاطر گناه عذاب میکنه؟ کسی فرزند خود را عذاب میکنه؟ کسی محبوب خود را عذاب میکنه یا اکرام میکنه؟ فلما یعذبکم بذنوبکم، نه لعنتی ها شما نه ابناء اللهید نه محبوب خدایید، بل انتم بشرون، و به ایمان هم شما بشرید مثل بشران، از اون بشرها که خدا خلق کرده، از جمله کسانی که خدا خلق کرده شما از اون بشرید. شما هم نان میخورید، شما هم آب میخورید، عیسی ابن مریم هم آب و نان میخورد، مادرش هم آب و نان میخورد. هر که آب و نان بخورد که ضرورتهای بشری دارد، و به ایمان شما بشرید. از جمله بشرهایی که خدا خلق کرده شما از نطفه خلق شدید. اینقدر دیگه ادعای بزرگی میکنید نحن ابناء الله و احباؤه نعره میزنید. شما از اون بشرها، جمله بشرهایی که خلق شدید از نطفه مهین. یغفر لمن یشاء، میبخشد خدا هر کس را بخواهد. عیسی این کار را نمیتونه بکنه. و یعذب من یشاء، عذاب میدهد خدا هر کس را بخواهد. عیسی و مادرش این کار را نمیتونن بکنن، شما میتونی بکنید. این هم از کارنامه خدا در این ریاست بزرگی که دارد. یخلق ما یشاء، یغفر لمن یشاء، یعذب من یشاء، هر کس را بخواهد میبخشد، کسی حق چرا ندارد. هر کس را بخواهد معذب میکند، کسی حق چرا ندارد. باز بیان توحید. ولله ملک السماوات والارض وما بینهما والیه المصیر. مشرک به ایمان برای خود فکر میکند دافع البلا در دین، لی خمسة ادفی بها حر الوبا، نعره میزند
الله تعالی میگه لله ملک السماوات والارض و ما ریاست آسمان ها و زمین و ما بینهما به خدا اختصاص دارم. لام لله برای اختصاصه، یعنی الله تعالی در اداره آسمان ها و زمین و ما بینهما هیچ شریک نه. عیسی و به ایمان مشرک تصور میکنن جلوی کارهای خدا کوچک کوچک این دوستان خدا هستند. و اعتقاد مشرک همین نیست که در دنیا یکی ارواح را متصرف میدانند، یکی اولیاء را متصرف میدانند در کائنات، یکی ائمه را متصرف میدانند، یکی اولیاء را متصرف میدانند. این اولیاء در دنیا تصرفات دارند و بابا چه میکنه این اولیاء؟ یکی را بچه میدن، یک کوری را، فلجی را. و اعتقاد مشرکین نیست. نمیگه شفا میدن، چه جراحی، کارد جراحی را برای چشم فلجها را شفا میده، میبرن فلج شفایاب میشن. یعنی آنها اختیارات شفا را دارن، درسته؟ فلجها را درست میکنه. الله تعالی میگه نه، لله ملک السماوات والارض. لام لله برای اختصاص. شما نخندید، به خدا اختصاص دارد حکومت آسمان ها و زمین و ما بینهما. روز قیامت هر کس برای خودش یک مشکل بشای فکر کرده یا نکرده و اینها همه شرک اعتقادی مغز انسان خرابه. در دنیا هم مردم برای خود پشتیبان و پارتی تصور میکنن، انبیاء و اولیاء و فرشتگان را. در آخرت هم برای خود فکر میکنن که ما پشتیبان داریم. الله تعالی میگه نه، و الیه المسیر. فقط و فقط الیه خبر مقدم تقدیم و حق و تأخیر یفید الحق. مسیر و بازگشت همه به بارگاه عدل الهی. یهودی ها میگفتن پشتیبان ما حضرت عزیر، و قالت الیهود عزیر ابن الله. نصارا حضرت عیسی را دیگر آمدن که نه ائمه هست حساب دار، کتاب دار، دوزخ و جنت را حساب میکنن. الله تعالی میگه نه، در دنیا و آخرت، در زمین و آسمان ها الله تعالی ریاست دارد. در ما بینهما هم حکومت خدا. این نیست که ریاست خدا در زمین و در آسمان است، در زمین دیگه اولیاء را ریاست داده که تو ولی اینجا این کار را بکن، نبی تو این کار را بکن، فلان تو این کار را بکن. نه، هم در آسمان ها ریاست دارد، هم در زمین ریاست دارد و ما بینهما هم ریاست خدا. ملک به معنی حکومت، ریاست، حاکمیت خدا. الله به اختیار هیچ احدی چیزی را نگذاشته. هر چی خدا میخواهد میشود. یخلق ما یشاء، یعذب من یشاء، یغفر من یشاء. فقط خدا و مشیت خدا کار میکند. یکی را فلج میکند خدا، سالم میکند خدا، کور میکند خدا، بینا میکند خدا، نان میدهد خدا، از گرسنگی و تشنگی میکشد خدا. نگفتم این آیه را خوب توجه کنی، لله ملک السماوات والارض ما بینهما. چرا خدا اینقدر تکرار میکنه؟ یهود و نصارا، عیسی ابن مریم و حضرت عزیر و انبیاء را و اولیاء را در کائنات متصرف، مدبر، همین متصرفن. همین ارواح تصرف میکنن. خب ارواح با جسد که متصل بودن تصرفی نداشتن، حالان که ارواح را از اجساد جدا کردن و در زندگی اینا چه تصرفی داشتن؟ خود اولیاء کشته نشدن، اسیر نشدن، گرسنه و تشنه نشدن، بی یار و بی رفیق نشدن. شدن یا نشدن؟ بگید به من. زن و بچه هاشون اسیر نشدن. اگر اسیر نشدن دو شام غریبان چرا میخوری؟
اونها گرسنه تشنه زیر شمشیرها له بودند، زیر سم اسبه ها له بودند و شما شربت میخورید و با آش میخورید و بط میخورید. این انصافه؟ اونها گرسنه تشنه کشته سرهاشون بریده هستند و به بغل ظالمین است و شما آش میخورید و شما شربت میخورید و شما گاو میکشید و تنجیل درست میکنید. این انصافه؟ ها شما اینو بگید برای من. قرآن هم بفهمید و مولویا فردا قیامت نگی که ما نفهمیدیم. نظرهای غیر الله را تا آخر بخورید و حس کنید که غیر الله چیزیه. نظر غیر الله را هر که میخوره با مشرک همکاره، هم فکره، هم گامه، هم خیاله. به این خاطر الله تعالی نظر غیر الله را حرام کرد که شما با مشرکین همکار و هم فکر نباشید. همه دنیا به مشیت خدا هست. نبی میکشه به مشیت خودش، ولی میکشه به مشیت خودش، ولی پیدا میکند، نبی مبعوث میکند و به مشیت خودش. انبیاء در یخلق ما یشاء داخل نیست. ها انبیاء را خدا خلق کرده کسی دیگر، اولیاء را خدا خلق کرده کسی دیگر. همه مخلوقن، همه مملوکن، همه عبیدن. چی که شما درست کردین؟ نحن ابناء الله و احباؤه به ایمانها ان الله هو المسیح ابن مریم میگی. این حرفا را چیه؟ یعنی تمام دنیا تصرفات عیسی ابن مریم میکند و بعد از عیسی ابن مریم ما نایبان هم کاری میکنیم. چه کاری تو میتونی بکنی که یک محتاجی هستی مثل محتاج های دیگر؟ یاده اهل کتاب به وجه بوده هست. یا اهل الکتاب، او اهل کتاب فرصت زرین با بعثت رسول الله به دست شما. اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فطرة من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءكم بشیر و نذیر والله على كل شيء قدیر. او اهل کتاب آمده رسول مبارک ما بیان می کند برای شما. علا بمعنی بعد، فترت بمعنی انقطاع. بیان می کند برای شما بعد از انقطاع رسول، سلسله رسول قطع شده. از عیسی ابن مریم به بعد دیگر رسولی نامده، تا که شما نگویید روز قیامت که ما جانا من بشیر ولا نذیر، برای ما بشیر و نذیری نامده. حالا رسول گرامی من با کتاب کامل آمده، این هم بشیره. اونا که اطاعت میکنن بشارت میدهد، اونا که اطاعت نمیکنن آنها را از عذاب خدا آگاه میکنن. فقط جاءکم بشیر و نذیر، آمده برای شما بشیر و نذیر. والله علی کل شیء قدیر، الله بر هر شیء قادر است. بدون ارسال بشیر و نذیر عذاب میتونست بده، لیکن حکمتش تقاضا کرد که بشیر و نذیر بفرسته. اگر شما ایمان آوردید ماشاءالله شما را جزا بدهد و اگر نآوردید شما را عذاب بده. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، حضرت موسی کلیم الله هم شما را دعوت داد که فرصت زرینی به دست شما هست. نبی مثل موسی کلیم مبعوث شده، لحظه اطاعت کنید و همراهی کنید و نصرت کنید، که ورنه اگر همراهی نکردید، نصرت نکردید این پیغمبر عظیم را، لحظه شما زیر ذلت میرید، شما به ذلت و خواری میرسید. یاد کنون لحظه اون نصارا، اون مجوس، اون لحظه را یاد کنید
که موسی کلیم قومش را همین تذکری داد که این رسول مبارک ما میده. هنگامی که گفت موسی لقوم خود یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنی نعمت های وافر خدا را که بر شما هست. اون نعمت چیه؟ شما پیغمبر زاده و شهزاده اید. شما چی؟ هم پیغمبر زاده اید هم شهزاده اید. پیغمبر زادگی تقاضا می کند که در شما همت و غیرت باشد، شهزادگی هم تقاضا می کند که در شما همت و غیرت باشد. چرا اینقدر بزدلید؟ از جبار و امالک می ترسید. یاد کنید الله تعالی جعل فیکم انبیاء، اللہ تعالی قرار داد در میان شما نبی، یعنی شما نبی زاده اید. و جعلکم ملوکا، و قرار داد شما را بادشاہ، شما شاهزاده اید. و داد به شما چیزهایی را که نداده بیچه هدیت جهانیان زمان شما. اینقدر بزدلی نکنید. شما شاهزاده اید، شما پیغمبر زاده اید، شما مورد عنایت خدا بوده اید. این زبونی و بزدلی چی؟ این نامردی چی؟ وادخلوا یا قوم، اول از نعمتهای خدا تذکر داد. دور تورات هست، حضرت موسی میگه او قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، داخل بشید در اون سرزمین مقدس شام که امالکه آنها را تصرف کرده و شما در مثل حیران سرگردان بوده اید. در اون سرزمین مقدس بیت المقدس خدا برای شما نوشته کرده اون ارض را، لیکن مشروط به ورود شما که به نیت جهاد وارد بشید. امالکه مرعوب میشه و خدا اون ارض مقدس را به شما میده. ولا ترتدوا، عقب گرد نکنید، علی ادبارکم، به پشت سر، که فتنقلبوا خاسرین. پس نتیجه این ارتداد علی ادبار اینه که شما برمیگردید خاسر دو جهان میشید. خسارت دنیا که شاهی و حکومت و حاکمیت از دست شما میره، این خسارت دنیا. خسارت آخرت که شما مستحق جهنم میشید، چون زیر بار طاعت ندارد. لا ترتد، حضرت اینها را گفت خدا برای شما نوشته اینا، شما وارد بشید، خدا به شما میگه به نیت جهاد بری داخل بشید. ادخلوا الباب، ادخلوا الارض المقدسه، اون ارضی که خدا برای شما مقدر کرده، لیکن مشروط به ورود شما. لا ترتدوا، حضرت گفت خدا برای شما اینه مکتوب کرده، اینها نفهمید. جواب دادن این سخنرانی بسیار با محتوای حضرت موسی کلیم را. سخنرانی با محتوا نیست. شما شاهزاده اید، شما آقا، شما پیغمبر زاده اید. اینجا غیرت داد اینها را که به شاهزادگی و پیغمبر زادگی که پیغمبرها انسانهای حر و آزاد بودند، شاه هم از کسی اطاعت نمی کند، او فقط فرمان می دهد. این هم تقاضا می کند ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، مشروط به ورود شما. عقب گرد نکنید. دیدید مصر را مفت خورده، ملای مفت خور خاک بسرای. ولا ترتدوا فتنقلبوا خاسرین. جواب این سخنرانی پر محتوا، سخنرانی بسیار محتوا دارد، نه به چه نامردی جواب دادند؟ قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین. امروز
اینهایی که با بوش و بله رو شارون کنار میان که بابا اینها کشورهای قدرت نظامی اتمی دارد، خاک به سرهای قدرت اتمی چیکار میکنه؟ شما را بکشد، شما جنت میرید، اونها را همین اتمی. اگر اتمی اعلام بزنه بوش در عراق خودش میمانه. الان این اتم سازه ها خودشون گیر کردن که این اتم ما را پناه میکنه. اگر ما اتم را اعمال کردیم تنها اونها نمیمیرن، ما هم میمیریم. اگر اتمی در بغداد بزنن تنها بغدادی ها میمیرن یا این سگان امریکا هم میمیرن؟ همه میمیرن. نه سلاحی که بگلوی اینها افتاده. خود امریکا را سلاح اتمی تهدید میکنه. اگر سلاح اتمی را خدا منفجر کرد همه امریکایی ها فنا نمیشن؟ فنا میشن. خدا منفجر نمیتونه بکنه؟ یک مردی خود را فدا کنه به کارخانه اتمی و به موادهای اتمی، یکی خود را فدا بکند همه امریکایی کارشون تمامه. نی الله تعالی قدرت بزرگی دارد. موسی کلیم الله را میگه ان فیها قوما جبارین. موسی در این ارض مقدسه قوم بسیار زبردست و صاحب قوت جبار و انا کلامم چقدر مؤکد میکنه و ما هرگز داخل نمیشیم حتی یخرجوا منها، تا برن بیرون. فان یخرجوا منها، اگر بیرون رفتند و فانا داخلون، به ایمان مفت خونسرا. تمام مصری ها را الله تعالی آورد در دریا ریخت، مصر ویل کرد و بری حالا بخورید. هم زنانشون جفت بشید و هم با مالش. الان هم میگه بیت المقدس ما نمیریم، جبارین اونها برن بیرون بعد ما میریم. او خاک تو سرشون. جواب بسیار ناتوان مردانه دادن یا ندادن؟ دو مرد از امت حضرت موسی مرد بودن، دیدن که اینها جواب نامطلوبی به پیغمبر دادن، جوابی بسیار ناگوار دادن. دل اینها سوخت، شروع کردن سخنرانی را. قال رجلان من الذين يخافون، دو مرد. الله تعالی هر کس برای خدا حرف بزنه خدا میگه اینا مردن. قال رجل مؤمن قال رجلان رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع جاء رجل من اقصى المدينة. رجل من دوتا مرد کسی هست که برای خدا حرف بزنه. گفتن دو مرد یوشع و کالب، از آن مردانی که از خدا می ترسیدن. پس اول انعام کرده بود خدا بر آنها که آنها را از گناه و نافرمانی محفوظ نگه داشت. این دوتا مرد چی گفتن؟ آنجا حضرت موسی کلیم فرمود کتب الله لکم. اینجا اینها صریح‌تر گفتن ادخلوا علیهم الباب، فقط شما وارد بشید بر سر این جبارین از دروازه شهر. فاذا دخلتموه، وقت شما وارد بشید در این دروازه، فانکم غالبون، وعده الهی شما غالبی، روح شما را خدا در دل آنها می اندازد و شما غالبی. فقط شرط اینه وارد بشید. خوب اگر آنها امکانات و تجهیزات نظامی دارن، وعلی الله فتوکلوا، فقط و فقط بر خدا اعتماد کنید، ان کنتم مؤمنین، اگر ذره ایمان دارید اعتماد بر خدا کنید. درست آنها جبارینن لیکن الله از همه جبار است. بالای جبارها الجبار.
بارای جبارها قهار است، شما بر اون جبار اعتماد کنید. جبار آنها را بزدل می کند و در برابر شما تسلیم می کند. بله اینها که امروز با امریکایی ها می جنگند، اینها واقعا ایمان به خدا دارند، ورنه از نظر اسباب ظاهری اینها هیچی ندارند، در برابر B-52 هیچی ندارند، لیکن می جنگند. فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم می کنند. خلاصه این که بار بار این دوتا مرد سخنرانی کردند، آنقدر متکبر بزدل و متکبر بودند به حرف این دو اصلا گوش نکشیدند. جواب ناجوان مردانه خود را به خود موسی القا کردند. خود موسی را گفت یا موسی انا لن ندخلها ابدا. اینجا فقط گفتن لن ندخلها ابدا اضافه نکرد، اینجا ابدا را هم اضافه کرد. به هیچ عنوان ما وارد نمیشیم. دیگه بار بار تذکر نده، بار بار نگفت ادخلوا الباب، ادخلوا الارض المقدسه، ادخلوا ادخلوا، بار بار نگو. آخرین حرف ما اینه انا لن ندخلها ابدا، هرگز هرگز ما داخل نمیشیم تا زمانی که آنها باشند اونجا. مگر خدا زور نداری؟ فاذهب انت و ربک فقاتلا، شما با رب برید برای کتاب. انها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، برید فتح کنید، خانه ها را جارو بزنید، خانه ها را ما آرایش کنید، بعد ما میاییم. چقدر اینها شنبختن واقعا، چقدر جواب تلخی به موسی دادن. همین قرآن فرموده که شما مثل موسی اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. سخت‌ترین روز و ناراحت کننده ترین روز همینه که بر موسی علیه السلام آمد. روز سختی نیست، همه پاها را جب کرده که ما نمیریم و در میدان قتال و در میدان جهاد رفیقه ها هماهنگ نباشن. روز سختیه، روز خوشیه، خیلی سخته. بر این پیغمبر عظیم الشان سخت‌ترین روز همینه، برای جهاد نمیره. آخرین جواب را مطرح کردن که فاذهب انت و ربک فقاتلا، شما با رب برید قتال کنید. انا هنا قاعدون، ما اینجا نشستید، جهاد کنید، خانه ها را جارو کنید، خانم ها را آرایش کنید، بعد ما میاییم. حضرت وقتی دید که اینها کاملا ناجوان مردن و کاملا بزدلن و لحاظا آخرین جواب را قطعا دادن، حضرت دیگه به حرف اینا توجه نکرد، شروع کر مناجات را با رسول قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. ربا من اختیار نفسم و برادرم را دارم. این دوتا مرد مسکین که اینجا تبلیغ کردن اینها را چرا نگرو؟ میگویند به خاطر جوش و ناراحتی از تذکره دو مرد هم حضرت موسی فراموش. یا همی فکر کرد که لحاظا اینها جوش دارن، این موقع اینها عقب‌گردی کنند. خب برادر را چرا شریک کرد که دانست پیغمبر است و پیغمبر عقب نشینی نمی کند. این خاطر گفت ربا اختیار خودم و برادرم را دارم، اگر دستور جهاد بدی به دوتای ما حاضری. این معنیش من اختیار خودم و برادرم را دارم، اگر دستور بفرمایی دوتایی میریم برای جهاد. همانطوری که دستور دادی
که دوتایی برید برای تبلیغ فرعون، دوتایی میریم برای تبلیغ و برای جهاد با امالکه، دوتا اینه اظهار آمادگی. لذا ففرق بیننا و بین القوم الفاسق، بین ما و این قوم فاسق جدایی دید. فاسقن خارج از فرمان خدا، فاسقین و خارجین عن اطاعت الله، الله را اطاعت نمی کنن. الله تعالی کو فیصله من اینه که فانها محرمه علیهم 40 سنه، این فیصله من که این ارض مقدسه حرام قرار داده شده بر اینها 40 سال، در حالی که اینها یتیهون فی الارض، حیران و سرگردان بگردن در این سرزمینی. این سرزمین نامش فیه، خیلی سرزمین مختصریه، آب ندارد، گیاه ندارد، یک میدان صاف. 40 سال رب سبحانه و تعالی اینها را اینجا اسیر کرد. من و سلوا ابر بر اینها سایه می افکن، لباس اینها فرسوده نمی شد، بچه ها اینها بزرگ میشدن، لباسشون هم رشد می کرد. 40 سال اینها را خدا صبح حرکت می کردن، عصر سرجا بودن، عصر می رفتن، صبح سرجا بودن. همین میدان اینها را خدا حیران کرد، چنان سرگردانشون کرد که اینها نتونستن نه عقب برگردن نه به جلو برن. چرا آنها گفتن انها هنا قاعدون، الله شما که نشستی بشید. حکمت الهی، همه این پیران، این سپوران مصر، این غلامانی که غلامی کرده بودن برای مصری ها، برای فرائض و تبع غلامی بر اینها مهر شده بود، اینها بمیرن. جوانانی که عمرشون به 20 سال نرسیده اینها زنده، زیر دست هیچ کسی آقا نکردن. اینا مرا شما بگم، هر که غلامی بکند او نمیتواند آقایی بکند. هر که بره نوکر بشه، نوکر در برابر آقا حرف نمیتونه. بوشه ها از جوان ها میترس، آقا کرده، آقا کجا میتواند بجنگه؟ چنان غلامی و بردگی بر اینها مهر شده بود بی غیرتی که خدا اینها را در همین میدان اسیر کرد. حضرت هارون علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام در همین میدان وفات کرد. برای آنها هم اینجا اشارت نبود، مثل اینه که مامور زندان، مگر زندان برای اون زندانه، زندان برای مامور زندان نیست، اون هم توی همون زندان هم، همون جلوی سلول ها قدم میکنه، لیکن برای آنها زندان نیست. زندان برای اینها بود، برای پیغمبران هم. حضرت هارون در این میدان فوت کرد، وقتی حضرت هارون فوت کرد، حضرت موسی کلیم را تهمت کرد، گفتن این چون کمی با ما هماهنگ بود اینه کش. تهمت به حضرت موسی کرد. حضرت موسی کلیم دعا کرد خدا کرد تو بنده خود را قبل روح کرد، این همه را تهمت کرد. اللہ تعالی سے اندیش کرد، هارون و ظالم من خدا کش، من به موت طبیعی مردم، چرا برادر من تهمت؟ 8 سال قبل از موسی حضرت هارون کشت. 8 سال بعد موسی کلیم موقع هر نبی را من قبلا عرض کردم میخوان قبض رو کنم، فرشته قبض رو اجازه میدید. فرشته آمد که حضرت موسی را قبض رو کنم، دعا کرد خدا جسد من به اینها نشان نده. میگم فرشته ها این نزدیکی بیت المقدس داخل کردن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمود من میدارم موسی کلیم کجا داخل است، این یهودی ها نمیدارم. اینجا ریگستان همون نزدیک بیت المقدس موسی داخل. خب دعا کردی قبر من به اینها نشان نده. از بس که اینها ناراحت شد و ابتدا بسیم برای پیغمبر رحمت که فرمود ربا قبر من بتخانه نکن، لا تجعل قبرا وطنا یعبد. مشخص ترین قبری که در دنیا
از انبیاء مشخص هست قبر محمد رسول الله بدون کوچکترین شک و شبهه. بوسه کنار مسجد النبی که خانه مادر عایشه بوده، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در آن خانه در استراحت، دست دیگه هیچی سنگ مرمر نت مطاف جای خود من گزارش خوب انسان بیسته در مواجه رسول. دعای اگر کسی بخواد بخانه و دست بلند کنه به طرف مواجه شریف فوراً میگن دعا از خدا بخواد رو به قبله و انسان رو به قبله میکنه پشت به طرف روزه اینطور نیست سید نمیگذاره. دعای رسول الله بود، ورنه این عاشقهای بی خبر اونجا سجده هم میکردن، طواف هم میکردن، نذر هم میدادن. دیگه قبرها را دیدید که چطور دکان پردرآمده. اگر این سعودی ها میگذاشتن که نذر بدن برای روضه مقدس رسول الله چقدر پول میریختن؟ شما فکر کنید چقدر پول میریختن سید؟ اینقدر پول میریختن که سبحان الله. لیکن دعای محمد و رسول الله را الله تعالی قبول کرد. ربا قبر من بتخانه و عبادت خانه قرار نده که اینجا مردم بیان قبر من عبادت. در مسجد النبی تلاوت هست، ذکر هست، تسبیح هست. اینقدر تلاوت قرآن در مسجد النبی می شود، در مسجد الحرام هم نمیشه. چرا؟ او فرق چیه؟ در مسجد الحرام مردم طواف اونجا بیشتر طواف میکنن و در مسجد النبی نماز است و تلاوت قرآن. در مسجد النبی نشستن است و تلاوت قرآن. هر قسمت مسجد النبی قرآن ردیف داد. خدا اینا قرآن را چنان نظم میدن که یک قرآن عقب و جلو نیست، ردیف. دو نوع قرآن هم اونجا میگذارن که نظمشون مرتب. سه نوع چاپ پاکستانی که خودشون چاپ کرد به این شکل، و دیگه چاپ اون عربستانی. خب اینها بعد یک قسمت قرآن بزرگ، اینها دو تا ریز، یک بزرگی، سه نوع قرآن. ما با خط 13 خط وارد قرآن جیبی را یک روزی اونجا تلاوت کردم و دیگه تجیب میکردم. یک روزی تلاوت کردم و گذاشتم و گفتم میرم وضو میگیرم میام سر جا، چادر خود را هم گذاشتم، نماز میخوانم و بعد میبرم. رفتم وضو گرفتم و آمدم و نماز خواندم، فراموش کردم رفتم. فردا آمدم تا قرآن من اونجا نیست. از اون خدامه پرسیدم قرآن من اینجا گذاشتم نیست. گفت قرآن این شخصی ها هیچ قرآنی غیر از این نوع قرآن تو مسجد نمیشه. نشانی ده فلان جا برو اونجا قرآن را جمع میکنم. اگر کسی وظایفی دارد از این دعا و موار اینا هم که جمع میکنم. از این دلائل و خیرات ها اینا را که اصلا نمیگذارن. نجدیات سخته. از غیر اقوال رسول دیگه بزرگی هرچی دم و درودی باشد هم نمیگذارن. تعویز دشمن تعویزن. اگر متوجه شدن فورا نیست بودن و درش میارن. یعنی از خدا بخواد این چی یک روزی یکی را متوجه شد که تعویزی به گلو داره، فورا گرفتش. خودم دیدم تعویز دارم رو تو مگر چندان مکهی ها تندترن، مدینه منوره کمی نرم سختن. دعای رسول الله مقبوله. اعتقاد بنده حقیر امینه که دعای رسول الله را الله تعالی مقبول کرده. قبرها به همان شکلی هستن که در زمان رسول الله بوده.
ورنه اینطوری عاشق های بیخبری مثل ما می رفتیم و خدا بداند این قبر عثمانه، این قبر ابوبکر، وا با اونجا چقدر پول می ریختن. اگر اونها در پول را باز می کردن هر روز فکر می کنم 10 مرتبه روزه مقدس پر می شد از پول خالی می شد. اینها نظر غیر الله نمی کنند. دعای رسول الله در حیات رسول الله، بله پنجشنبه ها و دوشنبه ها اینقدر روزدار در مسجد النبی هست که سفره پهن میکنن، نه در ماه مبارک رمضان. من که مشرف نشدم ماه مبارک رمضان، اینقدر جود هست در مسجد النبی که مردم التماس میکنن که بیا سر سفره ما. بهترین غذا، هسته‌بندی، گرد، التماس میکنن بیا سر سفره ما بخوریم. اینقدر جود هست در مسجد النبی و در مسجد الحرام که همینه هم آمده بودن مبهوت شده بودن که چقدر جود میکنن. انواع اقسام میوه، انواع اقسام غذا، چنان سفره های پر از نعمت در مسجد النبی و در مسجد الحرام پهن میشه و خودان چنان این سفره ها را سریع هم باز جمع میکنن که انسان حیران میشه. میگذارن مردم میخورن سیرن. بعد از نماز هم سفره ها گذاشته به کل مردم در ماه مبارک رمضان، تمام مردم دعوت هم بیان بخورن، التماس هم میکنن، سفره ها پهن میکنن. دم در هر حاجی و زائر و وارد را در خانه به سفره خود تعارف میکنن. رقابت در جود در مسجد النبی و در مسجد الحرام، سبحان الله. این حرام بر اینها 40 سنه یتیهون فی الارض، در حالی که حیران و بی‌عزت و خوار میگردن در زمین. فلا تأس علی القوم الفاسقین، پیغمبر موسی غم نکن، اندوهگین نباش بر این قوم فاسق، اطاعت نکردن، پاها را جفت کردن. همین سروران گرامی عقب نشینی از جهاد 40 سال ذلت دارد، اونم با کسی که صحابه پیغمبر است. وای به حال ما. دعا کنیم و مولویا برای مجاهدین در افغانستان و در عراق، در فلسطین و در قره خاکی که عزت امت اسلامی جهاد است. عقب نشینی از جهاد ذلت دارد. اینها دیگه نافرمانی نکردن، از جهاد عقب نشینی کردن. آبروی امت، آبروی مسلمین همین مجاهدین هست که امروز با این کافرهای صلیبی لعنتی جهنمی جهاد دارن میکنن. اینها رستگارن، اینها کامیابن، اینها آبرو و عزت اسلام مسلمین. 14 سال جهاد عزت برای ملت افغان داشت، لیکن چکیده اون روسها، چکیده امروز با امریکا همکاران. بله اینا بدانید انشاءالله به خاطر جهاد وعده خدا حتی که تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، مجاهد کامیاب میشه انشاءالله. بوش و بلر و شارون و این همکارها ضربه قهری‌تر از روسیه میخورند انشاءالله. شما شاهدین، ما اگر مرده بودین برید شما شاهد باشید که انشاءالله جهاد ثمره میده. وعده خدا. هر کس جهاد عقب نشینی کرده بنی اسرائیل، به عینه بنی اسرائیل از جهاد عقب نشینی کردن. اون مجاهدی که امروز با امریکا همکاره، اینها هم قوم فاسقه. فتوای سریع الله فلا تأس علی القوم الفاسق. برای کرسی و برای چوکی و برای یک استانداری و برای یک بخشداری و برای یک ولایتداری، همکاری بوش و بلر و شارون اونها را ذلیل کرد و به درجه فسق رسانید. فلا تأس علی القوم الفاسقین. خوش به حال آنهایی که نه قبلا با روسیه همکار بودن و نه الان با امریکا همکارن. از همون اول
همه چیز را گفتم باشه، لیکن عزت و آبرو را ما نمیدیم. و الحمدلله 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 که امروز هیته زندگی برای این کافرهای صلیبی در هر دو کشور شرق و غرب ایران تنگ شده یا نشده؟ تنگتر هم خواهد شد انشاءالله. ببینید عقب نشینی از جهاد ذلت دارد یا ندارد؟ خب عقب نشینی از دفاع، دو فرزند آدم هم، قابیل و حابیل. قابیل مرد خسیس نافرمان، حابیل مرد قوی هیکل، دامدار و سخی، مقرب خدا، لیکن در برابر این خسیس عقب نشینی کرد. گفت من دست به طرف تو دراز نمی کنم. الله تعالی بگه کشته شد. اگر از جهاد عقب نشینی کردی مثل حابیل کشته میشی. حابیل اگر دفاع میکرد، حابیل قابیل میگفت اگر به طرف من بیای خوردت میکنم و میگذارم. دیگه قابیل قدم به هوش میگذاشت. حالا که میگن قابیل قاتل، گیش نشید حابیل و قاتل فرق قافه. قابیل قاف قاتل، حابیل دیگه های مظلوم. به این خاطر الله تعالی میگه خبر این دو فرزند آدم را برای اینها بخوان، دفاع کنی. چیه که لئن بسطت الی یدک ما انا بباسط، میکشه تو را، بی اعتناش سر گذاشت. قابیل یک سنگی برداشت کوبید به اینجاش، خونریزی مغزی کرد و جان داد. خونریزی مغزی کرد و جان داد، دفاع نکرد. میگه آدم علیه السلام برای حق زد. اختلاف برای چی بود؟ میگن نظام خدا و قانون آن این بود که حوا در هر بطن یک پسر و یک دختری میزاد. پسر بعدی دختر قبلی را و پسر قبلی دختر بعدی را نکاح می‌کرد. این قانون بود. جفت قابیل به نام اقلیما بود، خوشگل و خوشتی. جفت حابیل لبودا بود، او زیاد زیبایی نداشت، یه از قبیل ما. لحظه او گرفته قابیل میگه نه بابا من همین اقلیما را میگیرم. حضرت آدم گفت قانون خدا نیست. نفهمید، گفت قربانی بدید. قربانی هر کس قبول شد همون اقلیما را میگیر. قربانی حق قبول میشه. دلیل قبولی قربانی آتش می آمد و این قربانی را نابود میکرد، گمش میکرد. میگه حضرت حابیل دامداری بود، یک کوچ بزرگی آورد نزد کرد. حابیل کشاورزی، کمی از اون محصولات کشاورزی آورد. آتش قابیل کشاورزی میکرد و حابیل دامداری میکرد. خب این حرف های اصلا میزنی، من قرآن که نیست. به هر حال قربانی حابیل قبول شد. باید این زدی و ناغلا، این دیکتاتور تسلیم میشد، حسد و کینش بیشتر شد. و میکشم تو را. چرا؟ سر قربانی تو قبول شد. بابا خدا قبول میکند، من چه گناه داره؟ انما یتقبل الله من المتقین. یتقبل الله من المتقین. آخر گفت تو را میکشم، گفت من کار ندارم، تو بکش، گناه من. خب نشستی کش تو را، حالا که کشته حیرانه چیکارش کن. بخاطر اینکه قبلا انسانی نمرده بود که آدم دفنش کنه، او بدانه. این ناغلا به فیصله حضرت آدم قانع نشد، به قضای خدا قانع نشد،
دیگه لیاقت ندارد که نبی این درسی بده. الله تعالی گفت برای دفن کردن این شهید مظلوم کلاغی را معلمش کرد. چی زیر معلمی کرد؟ بعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه. هر کس از خدا اطاعت نکند و از انبیاء اطاعت نکند او عرضه ندارد که متعلم نبی باشد. او باید متعلم یک کلاغی بشه. بخوان بر سر اینها خبر دو فرزند آدم را به حق هنگامی که نزدیک کردن قربانی را، از اینجا قرآن است، پس پذیرفته شد یکی از آنها حابیل به وجهی که حق بود و پذیرفته نشد از دیگر که قابیل بود چون ناحق بود. قال قابیل گفت ناحق لأقتلنک، تو را میکشم. قال گفت حضرت حابیل لما، چرا میکشی مرا؟ اینجا عبارت محذوفه. قال گفت لتقبل قربانک دونی، تفسیر جلال مقدرات کرده، تو را میکشم. چی گفت؟ قابیل. حابیل گفت لما، چرا میکشی؟ گفت لتقبل قربانک دونی، چون خدا قربانی تو را غیر از قربانی من قبول کرده. قال حابیل گفت انما یتقبل الله من المتقین، یتقبل الله، خدا میپذیرد قبول میکند از متقی، آنهایی که از مخالفت فرمان خدا سرپیچی نمی کنند، مطیع امر خدا هستند، اینها قربانی آنها پذیرفته میشه. قال دیگه اضافه کرد لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر دراز کنی به طرف من دستت را تا بکشی مرا، من نیستم دراز کننده دستم به جانب تو تا که بکشم تو را. من میترسم از خدا که رب العالمین است، چرا که جواز قتل شما از نصوص الهی پیش من نیست. من برای قتل تو دلیلی ندارم، من از خدای رب العالمین میترسم. حضرت این کلمه را گفت به عنوان این که شاید این دیگر نرم بشه، لیکن همین سروران گرامی اگر در طبیعت خست است او نمیفهمد احسان و نیکی را، تو با او باید قدرت امام کرد. اگر شما دانستی یکی طرف شما، طرف درگیر شما نیکی میداند، شما نیکی کنید و نیکی میداند، تو خب با او با نیکی برخورد کن. اگر نیکی نمیداند، طب قابلی دارد، تو با او برخورد قابلی کن. یعنی پتر کو پتر سے بکل حضرت استاد، سنگ را با سنگ جواب بده. حضرت حابیل رحمه الله او با این حرفها میخواست او را نرم کنه، لیکن اون خفیفی بود، نرم نشد. همین الله تعالی میگه از این داستان عبرت بگیرید. شما نرم میشید، آمریکایی نرم نمیشه. این یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، وقتی که گرفتید چنان فشار بدید که تا اینها در یک هفته ریششون بزرگ بشید، تا ریششون بزرگ نشده از بیرون نیان از خانه. همینقدر فشار در اینها بیاید. نه خسیسن، اینا ابن الوقتن، ابن الفرصتن. همینه. انی ارید ان تبوء باسمی، من اراده دارم تو برگردی با گناه من و با گناه خودت و پس تو باشی از اصحاب نار، و این جزای ظالمین و قاتلین است. این همه تبلیغ را حضرت حابیل کرد. مومن همیشه تبلیغ بلده، فاسق به ایمان غردولی بلده. خب مومن هم الله تعالی گفته که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه. این امریکایی ها جنایت کردن، همکار آنها جنایت کردن، بزنید هر جا که دیدید اینها. فتوات له نفسه قتل اخیه، مزین کرد برای اون نفسش قتل برادرش را، فقتله، کشت را آخر کار، فاصبح من الخاسرین. اول کشت، حالا که کشته نمیدانه چیکار کنه، خاسر شد، گشت از خاسرین که قتل کرد یک انسانی را ناحق.
حیران چیکار کنه این قابیل را با این جسد بزرگ. فبعث الله غرابا، الله تعالی فرستاد کلاغی، او با پنجه و نوک خود یبحث فی الارض، زمین را میکند، یبحث میکند با پنجه ها و منقارش زمین را، تا این غراب نشان بدهد قابیل را که چطور مخفی کند لاش برادرش را، جسد برادرش را. نگاه میکنه دید اون کلاغ آمد زمین کند کلاغ مرده را انداخت، بعد 2 مرتبه خاک میره. گفت خاک بسر من که مثل این کلاغ نیستم. قال یا ویلتا، ای خاک بر سر من، آیا من عاجز شدم که مثل این غراب باشم پس مخفی کنم جسد برادرم را؟ پس گشت از نادمین شد از اینکه ندانست برادرش را چطور دفن. بعد میگن نه اول کشت بعد پشیمان شد چرا کشتم برادر. آدم کجا بود؟ این آدم رفته بود برای حج، اینجا نه. حوا و آدم رفتن حج کنن، اینجا قابیل و حابیل بر سر اقلیما جنگی. من اجل ذالک، از این خاطر الله سبحانه و تعالی می فرماید که اگر عقب نشینی کنی و دفاع نکنی لحظه کشته میشی. به این خاطر ما فرض کردیم بر بنی اسرائیل قصاص را، گفتیم هر کس میکشه باید کشته بشه. وقت قوت جهادی میخواهد که شما حکم خدا را و این فرضیه را ادا کنید. بدون حاکم و حکومت کسی میتونه قصاص بگیره؟ این خاطر الله تعالی میگه امنیت برقرار بشه. من فرض کرده بودم بر بنی اسرائیل قصاص را، فرض کردم را بنی اسرائیل قصاص و قتال را، انه من قتل، شانین است هر که بکشه یک انسانی را بغیر نفس، ناحق بکشه، او مقتول کسی را نکشته، یا فسادن بکشه، من قتل نفسا بغیر نفس او بغیر فساد، 2 صورته، زنا فساد، مرتد شدن فساد، بکشه نفسی را بغیر اینکه نفسی کشته باشد و بغیر فساد فی الارض. خب 3 صورت قتل حقا، یعنی هر که ناحق انسانی را بکشه، گویا که او کشته تمام انسان ها. و کسی زنده کند یعنی سبب زندگی یک انسان بشه، یک انسان را از مرگ نجات بده، پس گویا که او زنده کرده همه انسان ها. بنی آدم اعضای یک دیگران که در آفرینش یک گوهران، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. به این خاطر کشتن یک انسان مثل اینه که همه انسان ها را کشته. انسان های با وجدان ناراحت نمیشه. هر قتل ناحق انسان را ناراحت نمیکنه، 100% انسان را ناراحت میکنه. اهانت یک انسان را ناراحت نکنه. اگر یک انسان از اهانت یک انسان ناراحت نمیشه، انسان نیست. ولقد جاءتهم رسولنا بالبینات. امریکا انسانها را در مراسم عروسی کشت. کسی امریکا را ملامت کرد در افغانستان؟ این همه جنایت، این همه بم، این همه موشک، این همه آتش، این همه بارود، 15 تن بارود در یک بم بر سر انسان ها ریخت. کسی امریکا را ملامت کرد؟ چقدر بی انصافی. حالا یک امریکایی میمیره محکوم تروریست امریکایی کشته، این لعنتی ها که هزاران انسان کشته، باید اینها کشته بشه. ولقد جاءتهم رسولنا بالبینات. پیش این انسان ها آمدن پیغمبران من با دلائل،
با وجود این هم ثم ان کثیر منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون، بسیاری از اینها بعد از آمدن انبیا در سرزمین بسیار اسراف کننده و فساد کننده است. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة مبارکه مائده مدنی است و از ترتیب نزول 112 سوره از سوره هایی که در آخر زندگی سرور کائنات نازل شده. این سوره مبارکه مناسبت و ربطش با سوره نساء و سوره های قبل از نظر نام عرض کردیم. مائده به معنای سفره هست، چون در این سوره مبارکه تذکره مائده حضرت عیسی علیه السلام هست. اون مناسبه سوره را مائده میگن. از نظر معنا سروران گرامی در سوره نساء اکثر امور انتظامیه رعیتی و حکامی بیان شدن و درباره توحید مختصراً بیان شد. به عنوان یادآوری وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا گفته شد و ثمره شرک را هم بیان کرد که شرک چنان مرض مهلک و ناعلاجی است فردا قیامت که به هیچ عنوان مشرک بخشیده نمی شود. لذا اکنون انواع شرک را الله تعالی در سوره مائده بیان می‌کند. دو نوع شرک ما داریم، شرک فعلی و شرک اعتقادی. یک نوع شرکی که در اعتقاد انسان شرک جا میگیره، غیر خدا را حاضر ناظر غیبدان متصرف مشکل گشا فریاد رس دادرس انسان تصور میکنه. خب این شرک در اعتقاد جا میگه. یک نوع شرک فعلی هستن که انسان یک سری اعمالی انجام میده که این اعمالها شرک حساب میشن، اونها را شرک فعلی میگن. در این سوره مبارکه هم شرک فعلی هم شرک اعتقادی تفصیلا بیان میشه. در ابتدای سوره الله سبحانه و تعالی شرکهای فعلی را بیان می‌فرماید
و بعد شرک های اعتقادی را زجر و تهدید هم برای یهود و نصارا به کثرت هست، چون روی سخن بیشتر با یهود و نصارا میشه. خرافاتی را که یهود و نصارا انجام میدادند و خرافاتی را که مردم مکه انجام میدادند که مشرکین عرب بهشون میگن، الله سبحانه و تعالی خرافات اعتقادی و عملی آنها را که شرک فعلی و اعتقادی آنها هست در این سوره مبارکه الله سبحانه و تعالی بیان می‌فرماید. پس این سوره دو قسمت داره. قسمت اول نفی شرک فعلی هست و قسمت دوم نفی شرک اعتقادی. پس در آخر سوره نساء فرمود یبین الله لکم ان تضلوا، الله تعالی تبیینا آیات و احکام را برای شما بیان می کند، هم آیات توحید را هم آیات احکام را، تا که شما گمراه نشید. این تبیینی که الله سبحانه و تعالی دارد در این سوره های مبارکه می کند. شما می بینید این سوره ها که ما داریم میخوانیم، سوره بقره، آل عمران، نساء و این مائده، این سوره های مدنی هستند. روی سخن با یهود و نصارا هم هست و مشرکین مکه هم ولکن نیستند، اونها بیشتر عداوت دارند و دارند تعقیب میکنند. به این خاطر الله سبحانه و تعالی در این سوره آیات توحید را که مسئله اختلافی و مسئله متنازعی و مختلفی بود تبیین میکنند، طبق بیانی که فرمود یبین الله لکم. الله تعالی تبیین میکند برای شما آیات را تا که شما روی هدایت بیایید. در آل عمران در سوره بقره مسئله توحید بود، یک مسئله که بسیار مورد نزاع و اختلاف بود، تحریمات الهی، تحریمات غیر الله، نذور الله، نذورات غیر الله. من آنجا هم عرض کردم، توضیح دادم، اینجا در ابتدای سوره قسمت اول که نفی شرک فعلی هست، همین 4 چیز را بحث میکنه: تحریمات الهی، تحریمات غیر الله و نذر الله و نذور غیر الله. نذور الله، نذور غیر الله. باز مجددا تکرار میکنم، تحریمات الله اون چیزهایی که خدا حرام کرده، تحریمات غیر الله آنهایی را که غیر خدا حرام کردن، بندگها انسانها حرام کردن. نذرهای الهی و نذرهای غیر الله از نظر حکم هر 4 با هم متفاوتند. تحریمات الله را انسان در اعتقاد حرام بداند و از آنها اجتناب بکند، تحریمات غیر الله را در اعتقاد هم حلال بداند و آنها را حتی الامکان به استعمال خود بیارد و آنها را به مصرف برساند. نذرهای الله را اعتقادا حلال بداند و از آنها استفاده کند و نذرهای غیر الله را اعتقادا و عملا حرام بداند. قبل از اینکه بحث را شروع کند در قسمت اول آیه الله تعالی خطاب میکند: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. مؤمنین ایفا کنید شما عهدها و عقدهایی را که بسته. مراد از این عقود چیه سروران گرامی؟ از این عهد و عقود که خدا ما را دستور ایفا میدهد، یا ایها الذین آمنوا اوفوا، ایفا کنید العقود، جمع عقد هست، عقدها و عهدهایی را که شما وقتی که کلمه خواندید شما با خدا این عهد و پیمان را بستید که حلال تو را حلال میدانیم و حرام تو را حرام میدانیم، از شما و رسول شما اطاعت میکنید. الله تعالی میفرماید این قراردادی که شما بسته اید این را ایفا کنید. اوفو بالعقود، عهد
عهدها و عهدهایی را که با خدای ذوالجلال بسته اید آنها را ایفا کنید موقع آوردن ایمان، یا اون عهدهایی که خدای عزوجل در طول تاریخ از بشر گرفته به واسطه اعزام و ارسال انبیا، یا عهدی که خدا در عالم ارواح از شما گرفت که الستو بربکم، همه شما گفتی، ارواحای شما گفتن قالوا بلا. این عهدها لحظه همه عهدها را حالا عام میگیری، تمام عهدهایی را که شما با خدا بسته اید ایفا کنید، یا حتی با بندگان خدا اگر عهدی قولی قراری دارید اون عهدها را هم ایفا کنید، نقض عهد نکنید. بیان تحریمات غیر الله هست، من چیزهایی که غیر خدا حرام کردن بیان آنها از احلت شروع شد. حلال قرار داده شده برای شما بهیمت الانعام، حیوانات چهارپا، بهیمه و بهائم از بهم هست. حیوانات را بهیمه میگن که گنگن، نمیتوانن مطلب خود را بیان کنن، و اضافت بهیمه به طرف انعام این اضافت بیانیه هست. حیوانات چارپا، بهیمه خود به معنی حیوان هست، انعام به معنی حیوان چارپا. بین خاطر ما میگیم که اضافت بیانیه هست، مثل خاتم و فضه. حیوانات چارپا بر شما حلال کرده شده. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی این حیوانات چهارپا را جای دیگر در قرآن عظیم الشان تقسیم کرده به 8 سن. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. ای مومنین حرام نکنید پاکیزه های، یعنی آن چیزهای را خدا برای شما حلال کرده. تجاوز نکنید از حدود شرعی که الله تعالی دوست ندارد متجاوزین را. بخورید مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله، یعنی اون بهیمه انعام که طیباتند و خدا برای شما حلال کرده آنها را استفاده کنید. از طرف خود حلال و حرام درست نکنید. حالا مشرکین مکه 4 نوع حیوان را، 4 نوع شتر را حرام کرده بودند. در آیه 173 ورق بزنید: ما جعل الله من بهیرة ولا صائبة ولا وسیلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. آیه 103 سوره مائده. این مقصد اینه که اینها 4 نوع حیوان، بهیره، صائبه، وسیله، حام، تشریح این آیه را همینجا من میکنم، این چیزها را اونها حرام کرده بودن. اینها 4 نوع شتر با 4 نام یاد میشدن: بهیره، صائبه، وسیله، حام. اینها انواع و اقسام نامهایی هستند که اینها را مشرکین از خود طرف خود حرام کردن. پس اون 4 پاها و حیواناتی که الله تعالی فرمود 8 ازواج، من المعد 2 و من الذان 2 و من الابل 2 و من البقر 2، بز نر و ماده، میش هم نر و ماده، و شتر هم نر و ماده، گاو هم نر و ماده. در دنیا الله تعالی این 4 حیوان 4 پا هستند که الله تعالی برای انسان اینها را مشروع کرده. اینها از طرف خود این چیزها را حرام می کردن به نام حام، به وسیله، صائبه، وسیله. الله تعالی میگه احلت لكم بهیمة الانعام ها الا ما یتلا علیکم. آن 4 پاهای از حیوانات
حیوانات چارپایی که حکمشان بر شما تلاوت کرده می شود، حکم اون حیوانات چهارپا که حکمشون برای شما تلاوت کرده می شود که در حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله به منخنقه موقوذه متردیه نتیحه وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما صبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام. اینها چارپا هستند، حکمشون بر شما تلاوت می شود، اونها حرامند، ورنه دیگه همه حلالند. شما طرف خود چرا حرام درست کردی؟ اینها را حرام میدانی. در حالی که غیر احلال کننده صید باشی، در حالی که شما احرام داری، در حال احرام صید برای شما حرامه. صید هم حیوان چهارپا، آهو با تمام انواع و اقسام خودش، شکار، خرگوش، اینها چهار پا دارن. این چهار پاها که برای شما حلالن، شما در حالی که غیر حلال کننده صید باشید، در حالی که احرام دارید. این غیر محل صید دو ترکیب دارد. ترکیبی که من عرض میکنم حالی معنی میکنم، حلال قرار داده شده اند برای شما حیوانات چارپا، خان اون حیواناتی که حکم بر شما تلاوت کرده میشه حکمش، در حالی که شما حلال کننده صید هم نباشید، در حالی که احرام دارید. یا این غیر محل صید خبر برای کانه محذوب، کونو غیر محل صید و انتم حرم، باشید شما غیر حلال کننده صید در حالی که شما احرام دارید. در حالی که شما احرام دارید صید را حلال کننده نباشید، صید برای شما حرامه. ببینید الله سبحانه و تعالی میگه همه حیوانات چهارپا برای شما حلالن، هر چی شدن، الا ما یتلا علیکم، اون حیوانات چهارپا که حکمش بر شما تلاوت میشه اونها حرامن، که من عرض کردم حرمت علیکم المیتة والدم، اینا هم حیوان چهارپا، اینها حرامن. و در حالی که شما غیر حلال کننده صید باشید، صید هم حیوان چهارپا، صید شکار با تمام اقسام خودش، در حالی که شما احرام بسته اید، احرام را از زاهدان بستید، احرام را از مکه بستید، احرام را از امریکا بستید، وقتی شما احرام بستید، لحاظا در حال بستن احرام صید حرام میشه. اگر محرمی در حال احرام صیدی را شکار کند و 1 میلیارد بار هم بسم الله الله اکبر کند و سرش ببره، او حرام، حلال نیست. در حال احرام صید و شکار برای انسان حرامه، این جزء محرمات الهی است. همین آهو را غیر محرم شکار می کند، بسم الله الله اکبر می کند، سرش می گره، یا بسم الله الله اکبر می کند و اون تیر کمانی را که او را جرد می کند میزنه، حلاله. لیکن اگر حاجی نه بسم الله الله اکبر بکنه، هر چقدر نوبت این حرام میشه، این از محرمات الهیه. پس الا ما یتلا احلت لکم بهیمة الانعام، تردید تحریمات غیر الله بود. آن چیزهایی را که غیر خدا حرام کرده، صاحب بهیره هم وسیله، آنها حلال، غیر آنهایی که حکمشون بر شما تلاوت میشه و شما باشید غیر محل صید. خب چیز یکیه، برای یک موقع حلاله، یک موقع حرام. همین صید را مثلا این مردم مسئله را نمیدانند، اگر محرم شکار کنند و هر چقدر بسم الله الله اکبر بگه و سر ببره، او حرامه، قطعا حرامه. به اضافه ای که حرام قابل استفاده نیست، هم از طرف شریعت جریمه هم میشه، جریمه هم باید بده. خب غیر محرم شکار کند، بسم الله الله اکبر کنه، سرش ببره، حلال طیبه.
اینجا دیگه غیر محرم وقتی شکار کرد، محرم و غیر محرم میتونن بخورن. محرم میتواند شکار دیگران را بخوره، خودش نمیتونه. حتی اگر با دست به طرف صید اشاره کنه که بگه او صیدی هم گناهگاره. محرم معنیش همینه که با احرام سروران گرامی بسیار چیزهای حلال بر او حرام میشه. محرم معنیش اینه که وقتی او احرام میبندد و نیت میکند بسیار چیزهای حلال را بر خودش حرام میکنه. محرم معنیش همینه. خب تشریع اینها میاد. الان ان الله یحکم ما یرید، این یک جواب اعتراض مقدره عجیبه. محرم بیچاره حرام کرد، غیر محرم حلاله. در حرم الهی که برای محرم و غیر محرم صید و شکار حرام است، لیکن بیرون از حرم برای غیر محرم حلال، برای محرم حرام. چیز یکیه، برای یکی حلاله، برای یکی حرامه. این چه عقل و این چه دانش و امروز اعتراض میکنه مردم. الله تعالی این سوال را جواب میده ان الله یحکم ما یرید. جواب الهی حاکمانه است. الله تعالی حکم میکند آنچه اراده کند. یک شی را برای یکی حلال میکند، برای دیگری حرام میکند. در یک حالت حلاله، در حالت دیگر حرامه. شی همون یکیه. خدا هر حکمی میکند میخواهد، کسی حق چرا نداره. چه عقل شما کار میکند اینجا؟ عقل اگر ما کار ببندیم عقل دیگه هیچ عقل نمیپذیره. برای محرم حرام، برای غیر محرم حلال. شیعی که غیر محرم شکار کند حالا محرم و غیر محرم بخورن. اگر محرم شکار کند هم بر محرم حرامه هم بر غیر محرم حرامه. غیر محرم هم نمیتونه بخوره وقتی محرم شکار کند. غیر محرم شکار کند محرم و غیر محرم بخورن. تو لحاظ الله سبحانه و تعالی فرمود ان الله یحکم ما یرید. الله تعالی حکم میکند به مطابق اراده خودش، به آنچه بخواهد حکم میکند. برای یکی حلال برای دیگری حرام، دیگه شما حق چرا نداری؟ حق اعتراض نداری. لطول الله هم نمیتونی بکنی. تکان خوردی شما بنده نیستی، شما خارج از لیست بندگان. بنده معنیش همینه، عبد معنیش همینه. نباید چرا بگی. این هم الله تعالی جواب حاکمانه داد. چه؟ انتم حرم جمله حالی هست از ضمیر غیر محل الصید. محل الصید باشید شما غیر حلال کننده صید در حالی که شما احرام دارید. جمله حالی هست. اگر غیر محل الصید